سلام به همه. آماده اید برای یک سفر کیهانی توی سپتامبر؟ زحل قرار این ماه حسابی بدرخشه. حلقه های جذابش تو آسمان شب چشم ها رو خیره میکنه. روز 21 سپتامبر زحل تو حالت مقابله قرار میگیره. یعنی زمین درست بین زحل و خورشید قرار میگیره. این یعنی زحل نزدیکترین و درخشانترین حالتش توی کل ساله. با چشم غیر مسلح میتونید ببینیدش، ولی اگر تلسکوپ کوچیک داشته باشید شاید حلقه هاش رو هم ببینید. صبح زود 19 سپتامبر به شرق نگاه کنید. یک مقارنه شگفت انگیز منتظر شماست. ماه هلالی، زهره و ستاره قلب الاسد، یکی از درخشانترین ستاره های آسمون، کنار هم یک منظره فوق‌العاده می‌سازند. فقط کافیه ماه رو پیدا کنید. و بالاخره 22 سپتامبر اعتدال پاییزیه. شروع رسمی پاییز تو نیمکره شمالی. روز و شب تقریبا برابر میشن و خورشید درست بالای خط استواست. برای اطلاعات بیشتر از ماموریت‌های ناسا به science.nasa.gov سر بزنید. در صورت تمایل این چنل رو لایک و ساب نمایید. با تشکر.